السلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشید. قسمی که به شما معلوم است زیاد وقت شد من در یوتیوب فعال نبودم، یک 3 سال میشه و چند روز پیش هم یک ویدیو اپلود کردم که استعمال فعل اتخ یا بودن بود در زمان حال و زبان پشتو. حال هم همون درس را به زبان دری میخوانیم و اگر دوستایی که با ما نو هستین چینل را همراهتان سابسکرایب کنید و همچنان ویدیو را همراهتان لایک و شیر کنید تا به همه دوستا برسه. و همچنان اگر شما کدام نظر یا پیشنهادی داره شما میتونید آن را در کامنت می نویسید و انشالله من هم جواب شما را خواهم داد. خب حالا میریم بخیر طرف درس. خب قسمی گفتم درس بخیر شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Le verbe être au présent. فعل بودن در زمان حال. اول که است je suis، یعنی من هستم. ای کلش که است je tu il یا همش ضمیر هستند. il nous vous il. Je suis من هستم. Tu es تو هستی. Il est او مذکر هست. Il برای مذکر، elle برای مؤنث. Elle est او مؤنث هست. On est. اگر یک جای وقتی میخوانیم در لیزون میشه entre این صدا میده on est. ما هستیم مثل nous sommes. ما هستیم. Vous êtes شما هستید. Il elles sont. تلفظ هر دویش مفرد و جمع یک رقم است، تنها یک در نوشتاری است که فرق میکنه که یک اس اضافه میشه. ils sont آنهای مذکر هستند. elles sont آنهای مؤنث هستند. خب حالا جملات میبینیم. les phrases جملات. je suis fatigué. من خسته هستم. tu es très intelligent. تو بسیار هوشیار هستی. il est mon meilleur ami. او بهترین دوست من است. اما اگر از شخصی که حرف میزنیم یعنی شخص سوم اگر مؤنث باشه باید گفته میشه elle est mon meilleur ami. او بهترین دوست من است. اما تلفظ هر چیز یک رقم است، تنها در نوشتاری فرق میکنه که یک او برای مؤنث اضافه میشه. nous sommes en vacances. ما در تعطیلات هستیم یا در رخصتی ها هستیم. vous êtes toujours à l'heure. vous êtes toujours à l'heure یعنی شما همیشه به وقت هستید. مثال یک ملاقات می باشه یا آمدن به مکتب، همه چیز وقتی که به وقت می رسی vous êtes toujours à l'heure. شما همیشه به وقت هستید. ils sont contents. آنهای مذکر خوشحال هستند. اما اگر برای آنهای مؤنثی را بگوییم elles sont contentes. تی آخر که است تلفظ میشه چون یک او اضافه میشه. آنهای مؤنث خوشحال هستند. خب دوستان عزیز، این بود درس امروزی ما و شما. خدا کنه این درس به شما مفید تمام شده باشه. اگر میخواهید درباره فعل هایی که میخواهید یاد بگیرید میتونید آنها را در کامنت بنویسید و یا هم اگر نظر یا پیشنهاد دیگه دارید شما میتونید آن را در کامنت بنویسید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.